تحت عنوان مکتب وحدت آفری پیشوای ملت در تالار کلون بینای اساسی دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی نظریوی بخشیده به روز وحدت ملی با اشتراک رهبریت دانشگاه و استادان و کارمندان برگزار گردید. گزارش نوبتی در این باره. همایش با صدا دادن سرود ملی و سخن مقدموی مسئولین دانشگاه ملی تاجیکستان آغاز شد. ضمناً تاکید گردید که روند صلح تاجیکان واقعی بسا بی‌نظیر و آموزنده است که سبق‌های ارزشمندی نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن در سراسر جهان مورد قبول و آموزش قرار گرفت. طور پیشوای معظم ملت ابراز می‌دارند وحدت برای ما یک واژه و کلمه عادی نیست بلکه نامه تقدیر ما. شرط پیشرفت کشورمان به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمی و خوشبختی امروز و آینده خلقمان است. سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نه تنها ساکنان تاجیکستان را به هم آورد بلکه آن به وحدت تاجیکان جهان مساعدت کرد. صلح و وحدت تاجیکان ثابت نمود که در حل هر گونه ماجرا، ضدیت‌های اجتماعی و گروهی و قومی و ملی نقش شخصیت‌های تاریخی برجسته است. ذکر شد که نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رشد دولت‌داری ملی بی‌نظیر است. در دامی همایش قطار استادان دانشگاه در موضوعهای پیشوای ملت، پیشوای وحدت ملی اساس پیشرفت‌های دولت صاحب استقلال و تلاش‌های پیگیرانه پیشوای ملت امامعلی رحمان در موفق گردیدن به وحدت ملی سخنرانی نمودند. ذکر رفت که وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده تمام مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی اعتراف شده در جمهوریمان تحت کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، آبادی و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مساعد مهیا گردد. در ادامه همایش زمره از استادان و کارمندان بخشیده به روز وحدت ملی با افتخارنامه‌های دانشگاه ملی در وضعیت تنتنوی هوسمند گردانده شدند. در آخر برنامه رنگین هنری انسامبل خلقی نوروز دانشگاه خاطر اشتراکیان را بریده نمود که خیلی جالب و خاطرمان بود و سراسر وصف وحدت و آرامی داشت.